خوشگل دوست داری؟ آره آره؟ بریم برو تمامش کنیم بازی کسی بودیم دوربین بله بفرمایید. بله که دارن از کشورهای مختلف هامبورگ لهستان ما رو دارن نگاه میکنن. سلام، خیلی مخلصم، مرسی که ما رو دارین نگاه میکنین. به من خیلی کوتاه میکنم. سپیده خانم قراره از بین 5 تا از دوستامون بر اساس سوالایی که میپرسن یکی رو انتخاب کنن. خیلی کوتاه و مختصر صحبت کردم که بریم سر اصل مطلب. سابسکرایب رو بزنید. این قسمت جذابم میگه. نفر اول از سمت چپ اسمت من بگو با سن تو. سلام، امیر افشار هستم، 33 سالمه. دومی؟ حسینی درویش هستم، 27 سالمه. سومی؟ امین تاهری هستم، 19 سالمه. چهارمی؟ سینا ایدی هستم، 28 ساله. پنجمی؟ سلام، علی خزایی هستم، 32 ساله. تمام شدن؟ بله بله. خب تیپ ظاهری من برای شما مهم هست یا نیست؟ بله، 100%. خب ادوار میپرسم دیت اول کی بلد خرج کنه حساب کنه؟ میزو پسر. خب به نفر اول شما چراغ زرد یا قرمز ندادین؟ نه قرمز شدی؟ آره. خب درست نه پرسی تیپ ظاهری من برای تو مهمه. امیر گفت آره قرمز. ولی حال نمی‌کنه اصلا میگه برای چی من تیپ باشه؟ اصلا نه برگردید بریم. اشتباه متوجه شد، منم بریم. خب از سومی میپرسم دختر نشنال یا پلنگ؟ پلنگ. دام بده از چهارمی بالا شهری باشه یا پایین شهری باشه طرف مقابلت؟ پایین شهری بهتره. آفرین، ولی خب من نمیدونم چون چه سال در قرمز زرد بوده دوست دارم. خب از چهارمی بعد بپرسم پنجمی آخری است؟ بستم در خدمت. خب دختر غیرتی دوست داری یا شورش؟ نه غیرتی. غیرتی؟ آره دیگه. تمام. شولکس یعنی چی؟ چرا که داشتیم؟ بازم بعدا می‌فهمی. ممنون. خب از اول یاد بپرسم بله منم میدونم تو اینجا الان یه برو اول منفی یک بهت میگم. ببخشید. خب تا حالا دروغ گفتی به طرف مقابلت؟ آره. آره؟ الان میخوای دروغ بگم نه؟ خب بازم خیلی قشنگ کن میخوای اولا به دروغ بگم عرضش شده شده تو مردم عوض کن. خب از دومی میپرسم من پول دادم. شما کار هم داری؟ از دومی میپرسم قد واسط مهمه یا نه؟ حرف؟ قد قد؟ نه. نه؟ نه. از سومی سه تا توقعی که از طرف مقابلت داری چیه؟ دروغ نگه، خیانت نکنه دیگه. همین دیگه. تو الان خودت کار نمی‌کنی؟ نه. شام دوباره دروغ میشه نه قبلی اومده. از چهارمی بعد بپرسم؟ بله بله. خب ماشین مهمه واسط؟ 100%. تو هم دو واسه این پشت چش داره به من پشتی سطح بزنیم. از پنجه بپرسم خوشگل دوست داری؟ آره. آره؟ تو دو تا بیا جلو. تو میتونی همه رو بیا جلو. خب از اولی دوباره بله به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ 100%. تو هم دو واسه اما همیشه میگم قبلش گفتم این همه گفتم
منم آبیم امیرم خب داره بعد میاد تو دوباره تیم تو. بپرسم. خب دیت اول کجا باشه به نظرت؟ باغ با؟ باختالار دیگه عروسی دیگه باختالار میگه سپید خانم عروسی رو میگه آره عروسی خب هم وجود داره. خب از سومی یه دیت خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ چی باید نه یه دیت خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ یه وقتی میری سر چی؟ همونجا موندی آبه از چهارم باید بپرسم؟ بله همه اومدن جلو جز من در مورد طرف مقابل برات مهمه؟ نه واقعا نه واقعا؟ نه بعد تو بدون مرسی این آبی هم این مقام مونده سپید خانم رو در جمع باشی اون نفر اولی نفر پنجم اینا داره چیز میکنه اینا نفر پنجم آخه اون اولی کم پول زده اوکی میکنم خب بدترین دروغی که به طرف مقابل تا حالا گفتی چی بوده؟ خونم خونه؟ خونه ما بوده یا داداش میخوام اونجا برم اشکال نداره شما برید باعث افتخار اونجا داشت شما دینا موندم جونم بپرسه بده جان از اولی یاد بپرسم؟ بله اگه بخوای به من یک کادو بدی چی بهم میدی؟ چی گفت؟ اگه با این کارهایی که کردی الان طلا آفرین تو بیا جلو تو خیلی بیا جلو تبریک میگم خب از دومی گذشته طرفت برات مهمه؟ اصلا آفرین هم به جلو برام گذشته خب از سومی باید بپرسم؟ بله همین امیر آقا؟ بله هزینه‌ها تو رابطه با کیه؟ با من دیگه رابطه هم گفت با منه هزینه تو رابطه نه داره دروغ میگه دیگه با طرف مقابل میگه دروغ میگه دروغ سنج مگه بهش بس کردی یه خاصی داره سپیده خیلی احساسی داره برخورد میکنه پارتنر سمی چه جوری از دید شما؟ آقای چهارمی چی میگه؟ یه پارتنر سمی از دید تو به کی میگن؟ چجوری پارتنر سمی؟ نفهمیدم چی میگه پارتنری که تو مخت میره کیه؟ چطوریه؟ به کسی که مشاهده کنی پارتنرت آره زیاد صحبت کنه زیاد صحبت کنه؟ آره زیاد صحبت میکنه تو مخ میره مخ میره جان دیگه در مورد اصلا به درد این صحبت نمی‌کنه. دختر دماغ عملی یا نچرال؟ دماغ عملی آفرین تو بده علی تا پاسا نظرش این چی دیگه خب از اول یاد بپرسم؟ اختلاف سنی باید مهمه؟ تا چند سال؟ تا 40 سال تا چند سال؟ نه آره مهمه 40 سال زیاده دیگه آقا خب تو 40 بمونم چرا آخه میکروفون بچه بالا بگیرید مرسی از دوباره باید بپرسم طولانی‌ترین رابطت کی بوده؟ چقدر بوده منظورشون رو فکر کنم درسته؟ کی بوده؟ چقدر بوده؟ 1 سال بوده 1 سال 1 سال؟ بله چرا؟ از سومی باید بپرسم بله 3 تا دروغ که به طرف مقابلت نه اینو پرسیدم فکر کنم نه نپرسیدین نه. 3 تا دروغ رایج بین دخترها و پسرها چی میتونه باشه نظرت؟ 3 تا دروغ رایج بین یکی این که خونم بیرون باشه دیگه نمیدونم خب من دروغ چون بلد نیستم خودم نمیدونم چیه پاری کلا پس ببینم. خب من دروغ بلد نیستم همین الان دروغ گفت قرمز دادی بچه ها رو میره باید بپرسید آقا اگه طرف مقابلت دوست اجتماعی داشته باشه قبول یا نه؟ نه نه؟ نه پس بگو نه.
خیلی دوست دارم کی انتخاب میشه واقعا. نمیرسی کیو میخواد انتخاب؟ سوال تموم میشه. سوالات تمام شده باشه. 3 تا توقع کرد خاطرت داره چیه؟ در دسترس باشه، شب بمونه و شب بمونه؟ شب نمونه؟ توقع دیگه. توقع تو بسه بده با تیر بزنش. آخر جمع یکی میخواد بزن با من اولم آبی هم اسمم امیره. سلام بگیر والا صحبت. آره. یه بار دیگه بگم من اولم آبی هم امیره. من اولی هست بعد بپرسم چرا این سوال انقدر میپرسه؟ خودش یه سواله. آره. میشه نکته در میاره. اگه بگی آره باید اینو خب 2 تا خصوصیات خوب منو بگو 2 تا خصوصیت بدم. یه دونه این که خیلی قشنگ میگی خوشگل دوست داری. این یکیش. بعد 2 بعضی از تیپات هم باحاله. الان اینی که به من قرمز میدی خیلی کار زشتیه. آره خیلی این کارت واقعا زشته. خب تو بده خب ادامه بده مثلا دیگه واقعا سوالا باید تمام میشه. خیلی بده بپرس بعد. اگه بخوای منو واسه اولین بار یه دعوت کنی کجا دعوت می‌کنی؟ باغ. الان خب کافه. کافه؟ حوصله‌ام سر می‌بره. کجا؟ سبیل فهمیدم خود جواب میدی بچه‌ها بیننده میخوام دارم. کجا دوست داری دعوت شی؟ من نمیگم. جانم. سوالای کنکور پارسال دو سوالای سپیدم بذار دو بده. ما آدم شکمویم. اولین بار باید اول کادو مادو بخری بعد بریم رستوران. خب کافه پیتزا داره. نه دیگه اگه میگفت آدیداس فروشی تایید. الان اونده بودم. از سوال بعد بپرسم خب دختر خود چه خصوصیاتی باید داشته باشه به نظرت؟ خوشگل باشه. خوشگل دوست داره. بعد دهن نباشه. دیگه خونگی هم باشه. بله. خونگی باشه؟ خوب خونگیه دیگه. تو همونده دیگه صحبت نکن. دیگه عجیبه. در دو بار چهار سه رو اگر دوست دختره پسر خاله داشته باشه اوکیه؟ چی داشته باشه؟ بیه داشته باشه. دوست دختره پسر خاله داشته باشه. دوست پسر فالو داشته باشه. پسر رو فالو کنه زیاد. خب برای چی باید فالو کنم؟ مشکل داری؟ آره خیلی مشکل دارم. من برگشتم این مشکل دوست داره. مشکل داره. خوشگل دوست داره. چون من خودم پیج شخصی ندارم همش کاریه سر همین دوستم. حالا شاید تو خودت نخواهی این کارو کنی چرا تو بقیه داشت؟ چرا دیگه من همینجوری هم منظور بشم. ادامه نه صبر زیاد نفر چهار. آره نفر 5. تو دیت اول چه چیز دختره تو رو جذب کنه؟ لباساش کتونیش. لباساش کتونی؟ آره. یا بیده؟ هم آدیداس باشه که باز اول یاده ما افی فهمید باید چی بگه دیگه. آبیه امیره. همون همیشگی. آره بپرس. این شما کارت هم داری که؟ آره ملت دیگه. آفرین. خب اوکی. تا حالا دیت بد داشتی؟ دیت بعد؟ آره. خب چرا؟ حالا این چجوری میخوای اینو قرمز چیز نه. من توضیح بدم این سر چی به دیت بعد بود برات؟ سر تو بعد بود یا سر دختره؟ چرا باید نه من سوال متوجه نشدم یعنی رفتم یکی رو دیدم حال نکردی با خوشم نیومد. سر چی؟ بیادب بوده یه رفتم یکی رو دیدم خیلی بیادب بود خیلی فحش میداد بعد گفتم داداشم زنگ زد برم سر یه دیتی بری دختر حال نکنه باهات؟ دختر حال نکنه آره شده سبیل حالا باز مخیور قرمز برای چی؟ برای چی؟ چون تو کم داری. بی ای آر چیزی بیار چون چرا آخه؟ چون تو پول کم داری. این اصلا سوال نبود نه به قرآن دادم بچه دادم حسابدارا بزنم حساب تو حسابش ادامه‌ای بعد بپرسم؟ بله خب تا حالا من دیده بودی تو اینستاگرام؟ خیلی. خیلی؟ آره. بیا جلو میدونه دیدیش تو میگی تو رو میشناسه دیدی تو سوال اینطوری
اینجوری کرد که الان روز شب بیا جلو. دو پنج خوب میپرسه اما سخت میپرسه دیگه دست خودش داداش با هیله‌گری من کار شروع نکن دیگه. نفر سوم بپرسم. بله بله. حالا شد دعوا کنیم. در چی با دختر؟ چه سوالی کنم بپرسید؟ بابا تو من میبینی شو. آره بابا. اکبرشو سر چش دارم. دعوا کردی سر پیش دخترت؟ نه. برو. بدرده چیه؟ چهارمی شما چی؟ سر دوست دختر دعوا کردی؟ سر دختر تا حالا دعوا نکردم نه سر دختر دعوا نکردم. سر پسر دعوا کردی؟ دقیقا سالا بعداً بپرس می‌زنم. سر دختر دعوا کردی؟ آره میکنم بازم. میده به خاله دعوا کرد منم باش میرم. بیا جلو. بیا. از اولی یاد پرسم. بذار بیا بدیم جلو دعوا این کردم. تانژانت سینوس 353,000 چند میشه؟ میگه بازم جوابشو میگه ولی نروژ میده. نه آره من نمی‌دونم. الان نه میخوان شک اولی. همین اولی الان. اوکی. اولین بار من توی این استادیو چی گفتی پیش خودت؟ خندیدم دیگه چی بود؟ خندیدی من مسخره کردم. خب من میخوام بزنی. گریه می‌کردم. من مسخره کردم. وایسا. خب بابا دیگه من این برگرد بگه چون سوالای تمام شده. خب من بعد بپرسم. خب از دومی بعد بپرسم. بله بله. از مورد علاقه یه سوالم داره تمام میشه. شما میتونید سوالا رو بازم از اول بپرسی، مشکل اوکی نداره. خب پس برو. شما این سوال یکو از اولی پرسید، دو رو از دومی. حالا عاشق شدی؟ آره. عاشق کی شدی؟ دوست دخترش یک جواب داد. یک جواب داد. یک جواب داد؟ آره. بیا جلو ببین. یک بیاد جلو یا دو؟ آره، این خیلی نه دو بار خیلی مرموز بارانه. الان چی شد؟ الان یک اومد جلو، دو چی شد؟ من با علی بودم تو دعوا. الان دو رو سه زدیکس یا نیو بالانس؟ زدیکس. آفرین. بیا جلو اومدی سمت چهارمی هوندا یا ماشین مدل بالا؟ شما اونجا هوندا. یه دونه عقب بودین. من تقلب کردم. یه دونه بده لطفا. هوندا من گفتم زدیکس گفتم تو هوندا رو انتخاب کن. بمون عقب. با من لحظه من یه دونه بیام جلو نه. سپیده اگه علی رو الان تایید کنید یه دونه مونده تمام شه. علی کدوم اولی؟ نه آخری. نه آخری؟ آخری. الان یه سوال بپرس، اگر تایید بدی بازی تمام و علی اول شده. خب الان از چهارمی بده پرسم. از آخری علی. نظر در مورد من. چه سوالیه؟ دوست دارم اینو بپرسم. خاک تو سرم میخوام نظر بدم. من دوست دارم اینو بپرسم. عالی پرفکت. یک. نه اینا دارم میگی بیاید جلو برو. سلام امیرم آبی اولی. آبی هم ولی. خب امیر جانم. 206 داری؟ نه متاسفانه. چی داری ماشین؟ BMW. بیا جلو. تو خیلی بیا جلو. زحمت بیا جلو. امیرم یه قدمیه و دوزه یکم بیار جلوتر. خب دومی شما چی داری؟ موتور داری یا ماشین؟ ماشین. چیه ماشینه؟ 207. اوه تو برو عقب. اصلا دلو نگیر. سومی هم که الان در حالت با چند نفر در ارتباطی؟ با ایشکی. با هیچکی؟ با بابای من بیست جان چهارمی غذای مورد علاقت؟ قرمه سبزی. خب فکر می‌کنی غذای مورد علاقه من چیه؟ دیزی. دیزی؟ من درست قاطی هم بودم دیزی نمی‌خوام سوشی می‌خوره من بگم از تو؟ پنجمیه؟ بله آره من بگم غذا تو؟ نه نمی‌خوام غذای من بگم
به نظرت من چه کادویی دوست دارم برام بخری تو؟ موتور سنگین. او دیگه من درست شده دیگه من دیگه دوست دارم موتور خب سنگین مگه هم بله. داری دیگه رفتم شده قهوه جانم بریم برو تمامش کنیم بازی کسی بودیم امیرم یه چی دوست داری؟ چی دوست داری؟ ماشین دوست داری؟ بخرم منت بیام جلو نمیخواد سوال یه بپرس شماره کار یه شماره شبا برای من بفرستید شما شما رو بفرستید بیام جلو خب بابا امیر جان الان که با من برخورد داشتی از نزدیک درست. به نظر من چه دختریم عالی خدایی عالی واقعا نباید گوش گوش بده وایسا اونجا بغل نشسته بودیم بعد صحبت نکردیم کاری ندارم حالا اینو قرمز بده اصلا خب کلا قرمز بده من اینو میخوام بهت بگم من کلیپاشو که دیده بودم بعد وقتی که اومدم اینجا نشستم اینجا داشتن بازی میکردن واقعا خیلی خندیدیم از دستشون گروه بعدی که اومدن من از گروه بعدی واقعا بدم اومد خیلی بدم اومد از گروه بعدی بدم اومد نه میگم خوش آمد قشنگ بابا انرژی دادن به آدم قرمز که دیگه انرژی زن. میده بیا جلو تمام دیگه بزن دست بزنید دیگه امیر با اختلاف اندکی با علی تو یه تشریف بیاره علی به نظرم خیلی ناجوان مردانه علی حذف شد چون دو تا سوالی که پرسید شما درست امیر فکر کنم با پیشنهادهای مالی و فدات شم نه به خدا خود اصلا به شیرین زبونی خوشش اومد بگو بیا جلو امیر شاید با سپیده یه دیت رفتن کافه شاید کافه اول واسه بده خرید بعد من یاد گرفتم تو یه دونه دیگه زرد من بدم اون نمونه سرجایزی من همه یاد میتونم علی دفینش رو سر ببخشید مرسی که تا این لحظه واقعا کردی خیلی ولی مخلصم.